و ادامه داره، از جمله این که از فلسطینی ها حمایت کنه و به اذن الله حمایت هم خواهد کرد. حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم غاصب یاوه‌گویی هایی در این 2-3 روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. اشتباه میکنن. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم، ما از مبارزات دفاع میکنیم، ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم. ما به اونها افتخار میکنیم. این هست. شکست رو همه گفتن. من تأکیدم در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. اما اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتند. اشتباهشون در همینه. اینجا هم محاسبه غلط میکنن. رژیم غاصب رو ویران کنه که این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه‌های اصلی حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه‌ها به این آسانی امکان پذیر نیست. شکست رو همه گفتن. من تأکیدم به غیر قابل. این بلا را عملکرد خود صهیونیست ها بر سرشون آورد. شما با ملت فلسطین چه کردید؟ اقدام